بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امیدوار هستم که همگی در صحت سلامت هستید، خوب هستید. الله شما را حفظ نماید. امروز از این درس مبارک از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که در غزوه تبوک در ماه رجب سال 9 از هجری با وقوع پیوسته بود، از این کتاب مبارک سیرت پیامبر، خلاصه سیرت پیامبر از ابن هشام با همراه شمایان درس خواهیم کرد. اما در درس گذشته ما در مسئله فتح مکه صحبت کرده بودیم. مکه فتح شده بود و بعد فتح مکه قبیله های حوازین و ثقیف که آنها وقتی که فتح مکه رو فهمیدن لشکریان جمع کردند، خواستند با رسول صلی الله علیه و مبارزه برند و جنگ در آنجا شد، غزوه، و در آخر آنها شکست خوردند و مسلمان شدند. در این مورد ما صحبت کرده بودیم. اما امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی در این قسمت که غزوه تبوک که در ماه رجب سال 9 از هجری با وقوع افتاده بود سخنرانی خواهیم کرد. از محمد ابن اسحاق روایت است که گفتند که پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه از ماه ذوالحجه تا ماه رجب سال 9 از هجری در آنجا ماندند، در آنجا قرار گرفتند و سپس مردم را به آمادگی برای جنگ با رومیان فرمان دادند. و در این زمان دشواری مردم با سبب گرمی سخت و خشکسالی وقتی بود، که از آن دشواری ها گرمی سخت بود و همچنین خشکسالی. اما میوه ها الکی پخته رسیده بودند و مردم دوست می داشتند که نزد آن میوه هایی که الکی پخته رسیده اند بمانند و در سایه آن درختان قرار بگیرند و سفر را در چنین وقت برای خود خوب و خوش نمی شماریدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت به غزوه می برآمدند عادتا آن را پنهان می داشتند و می گفتند که به جهت دیگری می رویم. اما در این غزوه تبوک آشکارا آن را به مردم اعلان کردند. فرمودند که ما با این رومیان باید بجنگیم در این غزوه تبوک. به خاطر آن این غزوه را آشکار کردند که مسافت دور بود و وقت هم سخت بود و دشمن زیاد بود و این را به خاطر آن اعلان کرد که مردم مؤمنان خوب آمادگی بینند در برابر این دشمن. پس از آن بر مردم فرمان دادند که آماده شوند و گفتند که در نهایت بدونید که این جنگ امروز با رومیان است. و در آنجا بعضی از منافقان با یکدیگر گفتند در این گرمی به جنگ نروید. چرا در این گرمی به جنگ میروید؟ یا به این گرمی به جنگ، در این گرمی به جنگ نروید. از روی نفرت به جهاد و شبهه انداختن در قلب مؤمنان و همچنین پس زدن پیامبر صلی الله علیه و سلم. این هنگام الله سبحانه و تعالی درباره آنها آیات ها نازل کرد، آیه های قرآنی نازل کرد و فرمود که فرح المخلفون بمقعدهم، آنها در خانه ها نشستند و از همراهی با رسول الله صلی الله علیه و سلم همنشینی با رسول الله با همراهی کردن او عقب نشینی کردند و کرهوا ایجاهدوا باموالهم و انفسهم، و بد دیدن و بد شماریدن اینکه با مال و اموال خود در راه الله سبحانه و تعالی جهاد نمایند. و قالوا لا تنفروا فی الحر، و گفتند که ای مردم در این گرمی به سوی جهاد نبرایید، بیرون نشوید. و این هنگام بود که فرمود قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، بگو بر اینها ای رسول الله به درستی که آتش جهنم سخت‌تر از گرمی آن از این آتش دنیا دیده، لو كانوا يفقهون، اگر آنها درک میکنند میفهمند. گرمی آتش جهنم بیشتر است و سخت‌تر است. و فرمود فلیضحكوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، به جزای اعمال انجام داده اشان این منافقان باید که اندک بخندند و بسیار گریه کنند. جزاء بما كانوا یکسبون، و جزا بر آنچه که آنها سزاوار هستند کسب می‌نمایند. یعنی در این دنیای گذرا بهره‌مند شوند و از لذت‌های آن خوشحال هم شوند و زود است که اینها بسیار گریه کنند، بسیار بگریند و در عذاب دردناک به سبب آنچه که کسب کرده اند در دنیا از کفر و نفاق و نافرمانی امر پروردگارشان گرفتار می‌گردند. در سوره توبه آیه 81 و 82. و ابن اسحاق می‌فرماید که پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر این غزوه برای این غزوه جدی شدند و مردم را با جدیت به آمادگی دعوت کردند و با جمع آوری اسلحه ها فرمان دادند و او صلی الله علیه و سلم ثروتمندان را، اهل ثروت را برای خرج کردن و کمک کردن در راه الله سبحانه و تعالی تشویق هم کردند تا که در این راه خرج کرده شود، چون با دشمن بزرگتر روبرو می‌شویم. و بعضی از ثروتمندان کمک
نیک‌های خیلی کلان و بزرگی هم در این سهم گذاشتند. برای الله انجام دادن به مثل عثمان ابن عفان یک خرج بزرگی را در اینجا کرد که هیچ کس مثل او خرج نکرده بود، که سیوم لشکر را با شترها، با اسبها، با سلاحها، با پول خودش تأمین کرد، مجهز کرد. سیک لشکر را. ابن اسحاق می‌فرماید که بعضی از اعرابیان، بادیه‌نشینان که عذر داشتند، نزد او صلی الله علیه و سلم عذرخواهی کردند، اما الله سبحانه و تعالی عذر آنها را نپذیرفت و گفته شده است که آنها از قبیله بنی غفار بودند. پس سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم معین شد و او صلی الله علیه و سلم این هنگام قصد رفتن کرد که این هنگام یک گروه از مسلمانان نیت‌هایشان سست شده بود و از رسول الله صلی الله علیه و سلم قفا ماندند. از جمله کعب ابن مالک، ابن ابو کعب، مراره ابن ربیعه، هلال ابن امیه و ابو حیثمه. اما آنها مردان راستگو بودند که در اسلام آنها هیچ شبهه‌ای نبود، شکی نبود. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمد، لشکرش را در ثنیه الوداع، در کوچنچی ودا، در آنجا جایگیر کرد. عبدالله ابن ابی سردار منافقان هم لشکر خود را در جای پایینتر از او جایگیر کرد و گفته می شود که لشکر او کمتر از لشکر رسول صلی الله علیه و سلم نبود. لشکر بزرگی هم با همراهش بود، لشکر عظیم با خودش عبدالله ابن ابی. اما هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت، عبدالله ابن ابی با منافقان، با اهل شک، آنها قفا ماندند، عقب نشینی کردند، در عقب ماندند. ابن اسحاق می‌فرماید که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام گذشتن از حجر، همین مدینه قوم ثمود، شهر قوم ثمود، از آنجا گذشتن، فرود آمدن که در آنجا مردم از چاه آن آب کشیدند، آب گرفتند. از این شهر قوم ثمود از آنجا آب گرفتند. چون سفر را ادامه دادن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این هنگام فرمود: لا تشربوا من مائها شیئا، از آب این چاه چیزی ننوشید. ولا تتودعوا منها للصلاه، و از برای نماز هم از این آب وضو نگیرید، منشون کردند. و ما کان من عجین عجنتموه، اگر آنچه که شما از این آب خمیر کرده بودید، شترهای خود را بدهید. ولا تأکل منه شیئا، از این خمیرها هم چیزی نخورید، هیچ چیز نخورید. ثم قال، سپس گفت: ولا یخرجن احد منکم لیلة الا و مع صاحب له، و هیچ کس از شما امشب تنها بیرون نرود از برای قضای حاجت، مگر با همراهی خود کسی را داشته باشد، تنها بیرون نبراید. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم راه را ادامه داد و بعضی از مردم از لشکر قفا ماندند و مردم میگفتند که ای رسول الله، فلانی قفا ماند. و او صلی الله علیه و سلم میفرمودند که او را به حال خود گذارید، اگر در او خیر باشد الله متعال او را به شما میرساند، اگر غیر این باشد پس الله سبحانه و تعالی شما را از او رها کرده است، شما را از او نجات داده است. ابن اسحاق گفتند که گروه از منافقان از جمله ودیعه ابن ثابت و مخشین ابن حمیر، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی تبوک میرفت به او اشاره میکردند و بعضیشان با یکدیگر میگفتند: آیا فکر میکنید که جنگ با فرزندان زردپوستان، که رومیان زرد بودند، آیا شما فکر میکنید که با فرزندان زردپوستان که رومیان مثل جنگ های عرب ها بین همدیگر است؟ این منافقان این گونه گفتند و گفتند که به الله قسم، گویا فردا شما را در رشته ها، یعنی اسیران را با رسمان ها میبندیم، ان همین گونه قرار میدهند، ما اسیر آنها میگردیم فردا. و این سخنان برای پس زدن مؤمنان و ترساندن آنها بود. مخشین ابن حمیر گفت که به الله قسم، اگر بیتوانم هر یک از ما 100 دره خورد، اگر هر یک از ما 100 دره خورد، 100 قمچین یعنی، و ما از آن که درباره این سخنانتان قرآن نازل شود رها شویم آرزو میکردیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با گفته آنچه به من رسیده است، این اسحاق میگوید اون خبرهایی که به من رسیده است، از عمار ابن یاسر به عمار ابن یاسر فرمود: ای عمار، به نزد این قوم برو، به نزد این قوم برس، زیرا این قوم از حد گذشته اند و از آنها بپرس که چی گفتند. اگر این کار کنند بگو بلکه همین تر گفتید و نامهای آنها را هم بگو فلانی و فلانی گفته، چون خبر رو الکی الله سبحانه و تعالی به پیامبر رساند. و عمار رضی الله عنه نزد آنها رفت و همین را به آنها گفت و آنها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و عذرخواهی کردند. ودیعه ابن ثابت در حالی که رسول الله صلی الله علیه و بر شترش ایستاده بود، با او از همون تسمه شتر گرفت، از لجام شتر گرفت و گفت: ای رسول
الله ما فقط حرف میزدیم و بازی میکردیم. پس الله متعال این آیت رو نازل کرد و گفت ولئن سألتهم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب. اگر از آنها از منافقان بپرسی ای پیامبر از آن چی که سخن دروغ گفته‌اند میگویند ما با هم گپ میزدیم و بازی میکردیم، شوخی میکردیم. در سوره توبه 65. و مخشین ابن حمیر گفت که ای رسول الله من به نام خود و نام پدرم نشسته بودم و گویا آن کسی که شهید میشود جای او معلوم نیست، گویا آن کسی که شهید میشود جای او معلوم نیست و او روز قیامت کشته میشود و یگام نشانه برای او پیدا نمیشود. یعنی که انا همین مخشین ابن عمیر که در آنجا با همراهی منافقان بود در این آیت عوف میشود و نام او در اینجا با نام عبدالرحمن نامیده می شود و الله متعال در اینجا این آیه را نازل کرد و گفته می شود که کسی که در آیت 61 سوره توبه که از در بالا خواندیم ذکر شده است انا همین مخشین ابن حمیر بود و هنگامی که توبه کرد نامش را به نام عبدالرحمن تغییر داد و از الله متعال در اینجا خواست که او را به شهادت برساند ولی جای مرگش معلوم نشود، همچنین جای مرگش معلوم نشود. و همین طور هم شد در روز جنگ یمامه در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کشته شد و هیچ نشانه از جسد او پیدا نکردند. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام به تبوک رسیدند یوحنا ابن رعبه صاحب عیله یکی صاحب شهری ساحلی شام بود نزد او آمد، نزد رسول صلی الله علیه و آمد و با رسول الله صلی الله علیه و سلم صلح کرد، آشتی کرد و در آنجا جزیه دادن را قبول کرد، یکی جزیه داد و همچنین اهل جربا و اهل از روح قبیله ها دیارها آمدند و جزیه دادن را پذیرفتند، نه اسلام را جزیه دادن پذیرفتند و رسول الله آنها را رها کرد، بخشید آنها را و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آنها یک کفالتنامه نوشت، یک نامه یا کفالتنامه نوشت و نزد آنها قرار گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ تبوک چندین شب کوتاه تقریبا 20 چند شب ماند و از آنجا بیرون نرفت و سپس به مدینه منوره برگشتند صلی الله علیه و سلم. و هنگامی که به مدینه منوره صلی الله علیه و سلم برگشتند فرمان خراب کردن مسجد درار، مسجد زرار، مسجد ضررناک یا که ضرر آور هنگام بازگشت از غزوه تبوک بود. ابن اسحاق میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشته به جای ذی عوان میگویند همونجا فرود آمد که ذی عوان این یک جای بین مدینه تقریبا 1 ساعت یا یک شبانه روز را مسافت داشت و انا همین صاحبان مسجد درار، مسجد ضررناک ضررآور پیش از سفر به تبوک نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بودند. یعنی پیش از سفر پیامبر به سوی تبوک نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بودند و گفتند که ای رسول الله ما مسجد ساختیم، ما یک مسجد ساختیم برای کسانی که بیماران هستند، نیازمندان و بیچاره هستند، برای شبهای بارانی یا که سرد و ما دوست می‌داریم ای رسول الله ما دوست می‌داریم که شما نزدمان بیایید و در آن مسجد نماز بخوانید. این را از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب کردند و رسول الله فرمودند که من در حال سفر و کارهای زیادی هستم، یا چنین سخن گفت بر آنها اگر الله بخواهد چون برگشتم نزد شما میآیم و در آن نماز میخوانم گفتند صلی الله علیه و سلم. و چون هنگامی که صلی الله علیه و سلم به این مکان ذی عوان رسیدن خبری حقیقتی آن مسجدی که بنا شده بود بر رسول الله رسید و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این هنگام مالک ابن دخشم را و معن ابن عدی را که برادرش عاصم ابن عدی را دعوت کرد و فرمود که به سوی این مسجد ظالمانه ای که صاحبانش ظالمند بروید و آن را ویران کنید و بسوزانید، چون مسجد به قصدهای منافقین مسجد ساخته بودند به قصدهای دیگری. و آن دو زود برخاستند تا رسیدن به قبیله بنی سلیم ابن عوف که قبیله مالک ابن دخشم بودند. مالک و معن گفت مرا انتظار شو تا از خانم آتش بیاورم، و به خانه خود درآمد، شاخه های خرما را گرفت، در آن آتش افروخت، آتش را درگیراند. سپس هر دو زود دویده به مسجد در آمدند و در آنجا صاحبانش در آنجا بودند قرار گرفته بودند. مسجد را سوزاندند و خراب کردند، مردم از آنجا پراکنده شدند و درباره این مسجد الله سبحانه و تعالی
آیتی را از آیه های قرآنی نازل کرد و فرمود والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و آن کسانی که یا منافقانی که برای زیان رسانیدن مؤمنان و کفر آوردن به الله و تفریقه افکندن میان مسلمانان مسجد بنا کردند والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل تا که بعضیشان در آن نماز گذارند و مسجد قبا را که در آن مسلمانان نماز میگذارند ترک نمایند. به این مقصدها یعنی منافقان یک مسجد را بنیاد کردن برای ضرر رساندن و برای مردم را به سوی کفر کشاندن و مردم در شک و تردید انداختن و در اینجا منافقان و کافران را یاری و دستگیری نمودنشان بنا کرده بودند. اما الله سبحانه و تعالی از این مسجد رسول صلی الله علیه و سلم را نجات داد و الله میفرماید که و البته سوگند میخورند، سوگند یاد میکنن اینها این منافقان که از بینای این مسجد هدف جز نیکی و خیر نداشتند. منافقان قسم یاد میکنن باز ولیکن الله گواهی میدهد والله یشهد انهم لکاذبون، الله گواهی میدهد، شاهدی میدهد که به درستی اینها دروغگویان هستند، اینها منافقان دروغگوی هستند. و این مسجد با سرداری ابو عامر راهبر این منافقان فاسقان نیتی بدی مسجد سازی را بنا کرده بودند تا مؤمنان را دسته دسته پراکنده کنند و بین آنها اختلاف ایجاد نمایند. همین بود که الله سبحانه و تعالی از برای ویران کردن این مسجد امر فرمود رسول صلی الله علیه و سلم را. سپس آمدن وفد ثقیف به اسلام آوردنشون در ماه رمضان سال 9 از هجری. ابن اسحاق میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تبوک در ماه رمضان به مدینه برگشتند و در همونجا وفدی قبیله های ثقیف نزد اومدن. وفد گروه قبیله ها را میگن و هنگامی که آنها اسلام آوردند و رسول الله صلی الله علیه و برایشان نامه کفالت نامه خود را نوشت و در اینجا عثمان ابن عبدالعاص را برایشان امیر تعیین کرد، در حالی که او از جهت سن سال از همه آنها خردسالتر بود، جوان و یاشتر بود. از این سبب بود که او از همه آنها بیشتر با آموختن فقه اسلامی و از یاد کردن قرآن حریص بود و شوقمند شده بود. و سپس حج ابوبکر با مردم در سال 9 از هجری. ابن اسحاق میگوید که پس رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی مانده ماه رمضان و شوال و ذوالحجه را در مدینه ماند. سپس ابوبکر را در سال 9 از هجری امیر بر حج تعیین کرد. با امیر مردم تعیین کرد ابوبکر صدیق را برای حج کردن تا برای مسلمانان حج را برپا کند، در حالی که مشرکان هنوز از منزلگاه‌های خود و حج قدیمیشون بودند. در منزلگاه‌های خود و در آن حج قدیمی در اونجا بودند، همون حالت قدیمی خودشون بود. پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه با مسلمانان همراه یک جا با سرداری آنها امیر آنها برآمد. ابن اسحاق میگوید که از ابو جعفر محمد ابن علی رضوان الله علیه روایت است که گفت چون سوره براءت یعنی سوره توبه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد و او علیه ابوبکر صدیق را فرستانیده بود تا برای مردم حج را برپا کند. با او گفتند ای رسول الله این سوره را برای ابوبکر فرستید. سپس هنگامی که آنها گفتند که این سوره را بر ابوبکر صدیق فرستید، چون آنها لکت بر حج برآمده بودند، رسول الله فرمود که از جانب من که از طرف من این رساله را فقط مرد از اهل بیت من باید ادا کند. سپس علی ابن ابی طالب را رضی الله عنه دعوت کرد و با او فرمود با این قسمت ابتدای سوره براءه برآمده در روز نحر، روز قربانی، یعنی چون مردم در مینه جمع شدن در میانشون اعلان کن، در میان آنها اعلان کن. چی اعلان بود؟ که هیچ کافر به بهشت وارد نمی شود. هر کی با کفر بمیرد هرگز و هرگز به بهشت داخل نمی شود. هیچ کافر به بهشت داخل نمی شود. این قطعی است. و بعد از این سال دیگر هیچ مشرک حج نمی کند. همچنین منع حج مشرکان. و بعد از این سال دیگر حج عریان در اطراف کعبه هم طواف نمی کند، چون مردمانی بودند که عریان در اطراف کعبه طواف میکردند. این حکم ها از جانب الله سبحانه و تعالی صادر شد و هر کسی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم عهد داشته باشد آن عهد تا مهلتش باقی میماند، شکسته نمیشود مگر اینکه از جانب آنها اگر شکسته شود. ابن اسحاق میفرماید که این اعلان از سوره براءت، از سوره توبه درباره مشرکان صاحب عهد
عمومی و آنهایی که در محله معین بودند برای آنها دخالت داشت. می‌فرماید که سپس الله رسولش را صلی الله علیه و سلم را به جهاد با مشرکان فرمان داد، بر جهاد بر مقابله نمودن بر مشرکان، با کسانی که از عهد خاص نقض کرده بودند، عهد خود را شکسته بودند، و با صاحبان عهد عمومی پس از گذشت 4 ماه مهلتی که برایشان مقرر شده بود، مگر آنکه در این مدت کسی از آنها تجاوز کند، این عهد را بشکند، پس او را برای آن تجاوزش به قتل میرسانند. و اینجا ذکر سال 9 از هجری و نامگذاری آن سال وفدها، گروهها، جماعتها. ابن اسحاق می‌فرماید که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد و غزوه تبوک فراغت یافت، به اتمام رسید و ثقیف اسلام آورده بیعت کردند، وفدهای عربها، گروه عربها از هر سو نزد او صلی الله علیه و سلم جمع می‌شدند. ابن اسحاق میگوید که عربها اسلام را قبول می‌کردند، می‌پذیرفتند گروه. زیرا قریش در اینجا پیشوا و راهنمای مردم بودند، از اشراف زادگان بودند و این قریشی ها صاحبان بیت الحرام بودند، از نسل پاک حقیقی اسماعیل ابن ابراهیم بودند علیه السلام و اینها پیشوایان عرب ها بودند و عرب ها باشد این رو انکار هم نمیکردند. و قریش همان قوم بودند که برای جنگ و مقابله با رسول الله برخواسته بودند و عرب ها این وفد ها ان همین قریش رو هم نگاه میکردند، چشم قریش رو نگاه میکردند که چی کار انجام میده تا که ما انجام میدیم. و هنگامی که مکه مکرمه فتح شد، قریش به او صلی الله علیه و سلم اسلام آوردند و اطاعت کردند و اسلام در آنها نفوذ کرد. عرب ها فهمیدند که طاقت جنگ و دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه ندارند و آنها با دین الله گروه داخل شدند. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره نصر میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح، چون یاری الله سبحانه و تعالی پیروزی او بر کافران قریش آید و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، و مردم رو میبینی که گروه به دین الله داخل میشوند، میدرایند. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. چون این را دیدی وقتی که چنین شد، پیروزی آمد، مردم گروه به داخل اسلام داخل شدند، پس پروردگار خود را سپاس بگوی و از او بخشش آمرزش بطلب، به درستی که سبحانه و تعالی توابپذیر مهربان است. یعنی پروردگار را شکر و سپاسگزاری کن از آنچه که دین او را ظاهر گردانیده و او آمرزنده و بخشنده و مهربان است و توابپذیر است. و در اینجا حج ودا و آغاز شکایت بیماری رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولا حج ودا، ابن اسحاق می‌فرماید که چون ماه ذوالحجه، ماه ذوالقعده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درآمد، او از برای ادای حج آماده شد و به مردم هم فرمان داد که برای او از برای حج آمادگی ببینند. ابن اسحاق میگوید که سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به حج خود رفت و مراسم حج را به مردم نشان داد و سنت های حج را به آنها آموزانید و مردم را با این خطبه مشهورش خطبه کرد. در این خطبه که چیزهای مهمی را برای مردم بیان کرد و فهمانید. اولا او صلی الله علیه و سلم حمد و ستایش پروردگار را گفت و سپس فرمود ای مردم سخن ما را بشنوید، زیرا نمیدونم که شاید بعد از این سال حاضر دیگر من هیچگاه شما را در این موقف، در این عرفات دیگر وا نخورم، دیگر با شما واخوری نکنم، دیگر شما را نبینم. شاید این یعنی آخران حج من با شما باشد. پس ای مردم سخن ما را بشنوید، زیرا نمیدونم که حج دیگر سال آینده در این موقف من با شما هستم یا نه. این لحظه ودا بود و این آفتاب پیامبری در افق حیات بشارت میکرد که راه نور به جهانیان میراث خواهد ماند. این راه نور، راه هدایت، قرآن و سنت. ای مردم، خونهای شما، مالهای شما، عزت و آبروی شما با همدیگر امروز دیگر حرام است. در این ماه حرام، چنان که این ماه برای شما حرام است، ماه مقدس است، ماه مبارک ماه مقدس است و این شهر مبارک و شهر مقدس است، شهر مکه، ان همین گونه دیگر مال و اموال شما و آبرو و عزت شما برای شما حرام است که ریخته شود و شما روز به نزد پروردگارتان خواهد رفت و او از اعمال شما خواهد پرسید. و ای مردم، کسی که امانت در دست دارد باید آن را به صاحبش برگرداند. صدای او صلی الله علیه و سلم آرام ولی قاطع بود، دلها را می جنبانید و می گفت آگاه باشید ای مردم، هر گونه ربا، ظلم و ستم بین شما امروز دیگر برده می شود، نابود می گردد و سرمایه خودتان، بایگری خودتان باقی می ماند.
و هر گونه ریبا و سود و ناعدالتی زیر پا میگردد و نخستین ریبایی که بیکار میکنم گفتن صلی الله علیه و سلم این ریبای عمکم عباس ابن عبدالمطلب است و هر خونه که در زمان جاهلیت گرفته شده است بیکار است و نخستین خونه که من باطل میکنم خون فرزندی ربیعه ابن حارث است که به حق کشته شد. این آغاز عدالت نو است. و این هنگام صلی الله علیه و سلم با یک سخن امیدوارانه گفتند شیطان دیگر امید ندارد، شیطان دیگر امید ندارد که در این سرزمین عبادت شود، شیطان دیگر امید ندارد که در این سرزمین عبادت شود، اما از آن میترسم، اما از آن بیم دارید که شما را با کارهای خردی گناه گمراه بسازد. و سپس صلی الله علیه و سلم قاطعانه فرمودند که ای مردم زمان به دوره ابتدایی خود برگشت و شماره ماها در نزد الله 12 ماه است که 4 تا این ماهای حرام است، 3 ماه پی در پی و یک رجب میانی جماد الاولا و شعبان. و آنگاه صلی الله علیه و سلم رو به سوی مردم تافتند و با حکمت و دلسوزی فرمودند ای مردم به سوی مردم گفتند، به سوی عائله ها گفتند ای مردم با زنان خود نیکویی کنید، آنها امانت های الله اند در دست شمایان. ای مردم با زنان خود نیکی کنید، آنها امانت های الله در دست شمایند و شما آنها را با نام الله حلال کردید. پس سقف و خانه شما برای آنها پناه باشد، نه سنگی، نه که آن خانه که آنها را شما میاره برای آنها یک پناهندگی باشد، نه یک خانه سنگینی. و آنها باید پاک باشند و وفادار، با همدیگر پاک و وفادار باشند. اگر خطا کردن اصلاحشان کنید با مهر و نرمی، نه با زوری و آزار. و چون درست شدن پس حقشان را بدهید، حقشان را کم نکنید. یعنی با زنانتون با نیکی و حرمت رفتار کنید، زیرا آنها شریک حیات شما اند و مادران فرزندان شما هستند. و در آخر صلی الله علیه و سلم با حکمت تمام پیامبری را در یک جمله جمع کرده فرمودند که ای مردم من میان شما چیزی را گذاشتم که اگر آن را بگیرید، اگر با آن دست بزنید چنگ بزنید و از آن دور نشوید هیچگاه گمراه نمیشوید. به هیچ وجه اگر به این چیز شما چنگ بزنید به هیچ وجه گمراه نمیشوید. کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنت من. و او صلی الله علیه و سلم سپس با نگاه پر از مهر و آرامش با مردم نگریستند و گفتند ای مردم همه شما برادرید، مسلمان برادر مسلمان است، نه خون او، نه مالش، نه شرفش به هیچ وجه با همدیگر حلال نیست مگر با رضایت. پس بر خود ظلم نکنید. و سپس گفتم پروردگارا من پیامت را رسانیدم. این جمعیت صدها هزار دل همه با آوازی بلند گفتند آره رساندی، بله رساندی ای رسول الله. او صلی الله علیه و سلم سرشو برداشت و با نگاهی که تا قیامت در قلب‌های مؤمنان هست گفت پروردگارا گواه باش. و سپس فرستاندن رساله های رسول الله صلی الله علیه و به پادشاهان، فرستاندن پیام‌های رسول صلی الله علیه و بر پادشاهان. ابن هشام می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پادشاهان فرستادگان از صحابگانش را فرستانید و با آنها نامه ها نوشت و آنها را با سوی اسلام دعوت کرد. پس دحیه ابن خلیفه کلبی را به قیصر پادشاه روم فرستانید و عبدالله ابن حذافه را به کسری پادشاه فارس فرستانید و عمرو ابن امیه زمری را به نجاشی پادشاه حبشستان فرستانید و حاتب ابن ابی بلتع را به مقوقیس پادشاه اسکندریه مصر فرستانید و عمرو ابن عاص را به جیفر و عباد یعنی یا ایز پسر جولندی از قبیله های یزدیان پادشاهان عمان فرستانید و سلید ابن عمرو از بنی عامر ابن لؤی به سمامه ابن اوسل و حوزه ابن علی پادشاه یمامه فرستانید و علا ابن حضرمی را به منذر ابن ساوی عبدی را پادشاه بحرین به آنجا فرستانید و شجاع ابن وهم را به حارث ابن ابو شمیر غسانی را پادشاه حدود شام فرستانید. و ابن عشام می‌فرماید که او یعنی شجاع ابن وهم را به جبله ابن ایحم غسانی را فرستانید و مهاجر ابن ابی امیه مخزومی
مخزومی را به حارث ابن عبدالکلالی حمیری را پادشاه یمن فرستانید. یعنی به هر سرزمین پادشاهان آنها را مردم آن را به سوی اسلام خواندند تا اسلام را بپذیرند. سپس فرستاندن اسامه ابن زید به زمین فلسطین و این از آخران فرستاندگان بود. ابن اسحاق میگوید که رسول الله صلی الله علیه و آله اسامه ابن زید را به سوی شام فرستانید و به او فرمان داد که سواره ها را به حدود بلقا و داروم از سرزمین فلسطین وارد کند و مردم آماده شدند و مهاجرین اولین مهاجرین سابقه همه با اسامه همراه شدند و سپس آغاز شکایت بیماری رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن اسحاق می‌فرماید که در حالی که مردم در همین حالت بودند بیماری رسول الله صلی الله علیه و سلم همون بیماری که الله او را با سوی خود خواند به سوی خود برد آن بیماری او شدید گرفت آغاز یافت و در این شب‌های باقی مانده در ماه صفر یا اول ماه ربیع الاول بود که بیماری او شدت گرفت و اولین علامت آن می‌فرماید ابن اسحاق که با گفته آنچه که به من روایت شده است این بود که او در نیمه شب او صلی الله علیه و سلم در نیمه شب به بقیع غرقد یک قبرستان مدینه به آنجا برآمد و برای اهل قبرستان استغفار خواست و سپس به نزد اهل خانه‌اش برگشت و هنگامی که صبح شد درد او صلی الله علیه و سلم از همان روز آغاز یافت. ابن اسحاق میگوید که از عایشه رضی الله عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر همین بقیع قبرستان از همانجا برگشت و مرا دید که من از درد سر شکایت میکنم و میگفتم وای بر سرم وای بر سرم و او فرمود بلکه منم به الله قسم ای عایشه وای بر سر من یکی درد سرم و سپس فرمود چی زیان دارد که تو پیش از من بمیری چی زیان دارد که تو پیش از من بمیری پس من تو را نماز بخوانم و کفن کنم و با تو دعا گویم و دفن کنم تو را. رسول عایشه گفتند میفرماید که من گفتم به الله قسم گویا میبینم که اگر این کار را کرده باشی به خانه من برگشته با یکی از زنانت در آنجا شب را گذرانده ای. گفت پس رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کرد اما دردش سخت بود و او صلی الله علیه و سلم بین زنانش دور میزد تا آنکه در خانه میمونه سخت بیمار شد و همه زنانش را صلی الله علیه و سلم این هنگام دعوت کرد و از همه آنها اجازت خواست که در خانه عایشه بیماریش را بگذراند و همه آنها راضی شدند و رضایت دادند. و ذکر همسران او صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان ابن هشام همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم را که با او تا وفاتش زندگی کردند 9 نفر بودند. عایشه بنت ابوبکر، حفصه بنت عمر بن خطاب، ام حبیبه بنت ابو سفیان ابن حرب، ام سلمه بنت ابو امیه ابن مغیره، سوده بنت زمعه ابن قیس، زینب بنت جحش، میمونه بنت حارث و جویره بنت حارث و صفیه بنت حیی ابن اخطب. این 9 تا زن پیامبر با همراهی پیامبر در حیاتش بودند. همه کسانی که رسول الله صلی الله علیه و با آنها ازدواج کرده بود، همه آن کسانی که رسول الله با آنها ازدواج کرده بود همگی 13 نفر بودند. از اینها رسول الله صلی الله علیه و با 11 نفرشان زندگی زناشویی داشتند. 11 نفرشان زندگی زناشویی داشتند و 2 نفری از اینها پیش از او صلی الله علیه و سلم وفات کردند. یکی خدیجه بنت خویلد و زینب بنت خزیمه. 2 نفرشان پیش از وفات رسول الله صلی الله وفات کردند و 2 نفر دیگری هم بودند اما با آنها زندگی زناشویی نکرده بودند. اسماء بنت نعمان کندی. رسول الله با او ازدواج کرد اما در او یک بیماری پیسی دید بر راست میگویند و صلی الله علیه و سلم او را با همان محریتش برگرداند و نزد اهلش. دوم امره بنت یزید کلایی و او نو تازه مسلمان شده بود، نو اسلام آورده بود. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، وقتی که رسول الله نزد او در آمد گفت اعوذ بالله منک، همین سخن را گفت، میگه پناه میبرم به سوی الله از تو، همین کلمات را گفت. و رسول الله در این هنگام فرمودند کسی که به الله پناه میبرد پناه داده میشود و او را رسول الله با اهلش برگردانید. این 2 نفر بودند و در اینجا پرستاری رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه عایشه هنگامی که بیماری او شدید شدند در اینجا قرار گرفتند. ابن اسحاق میگوید که از عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمد در حالی که بین 2 مرد از اهل بیتش راه میرفت. یکی از آنها فضل ابن عباس بود و مرد دیگری و سر مبارک
مبارکش را با یک متاع بسته بود، با یک لته بسته بود و پایهایش باشد در زمین کشیده میشدند تا آنکه بر خانه من آورده شد. به خانه من آورده شد و در اومد در خانه من. عایشه میگوید و هنگامی که به خانه من در آورده شد سپس بیهوش شدند صلی الله علیه و سلم و دردش سخت‌تر گردید و صلی الله علیه و سلم به نزد مردم برآمده با آنها وصیت کنم گفتند و گفت فرمود که ما او را صلی الله علیه و سلم را بر تشت حفصه بنت عمر بر همون تشت شناندیم. سپس بر او آب ریختیم. تشت همون چی رو میگن؟ همون تقاره میگیم ده. بر او آب ریختیم و هنگامی که بر او صلی الله علیه و آب میریختیم بر او گفتن که بس است تاندمی که رسول خود چیکند اکتفا نماید. ابن اسحاق میگوید که از ایوب ابن بیشر روایت است که رسول الله صلی الله علیه و برآمد در حالی که سر مبارکش بر متا بسته بود و تا آنکه بر بالای منبر نشست. اولین سخنی که گفت این بود که بر اصحاب احد دعا کرد و در حق آنها استغفار کرد و برایشان دعای زیاد کرد بر اهل احد. سپس فرمودند صلی الله علیه و سلم بنده از بندگان الله را الله بین دنیا و آنچه که نزد اوست اختیار داده. بنده از بندگان الله را الله بین این دنیا و آنچه که نزد اوست اختیار داده. پس او نزد الله را خواست، نزد الله را انتخاب کرد. این سخن را گفت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سخنش را فهمید و دانست که مقصد پیامبر الله این خودی رسول الله است و ابوبکر صدیق رضی الله عنه این هنگام گریه کردند و گفتند که بلکه ما تو را با جان و فرزندانمان فدا میکنیم. او فرمود آهسته ای ابوبکر، آهسته ای ابوبکر، آرام باش ای ابوبکر. و سپس فرمود این درهایی را که به مسجد گشوده می شود ببندید، این درهایی را که به سوی مسجد گشوده می شود ببندید مگر در خانه ابوبکر، مگر در خانه ابوبکر. و فرمودند که من هیچ کس را نمیدونم که در همنشینی و یار نزد من از او دا بهتر دیده باشد از ابوبکر ده. ابن اسحاق فرمود که از عروه ابن زبیر و دیگر علما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که در بیماریش بود دید که مردم در فرستانیدن لشکر اسامه ابن زید سستی میکنند. پس برآمد در حالی که سر مبارکشون بر متا بسته بود و از آنجا بر منبر نشست. مردم درباره امیر تعیین کردن اسامه سخنها میگفتند. سخنها گفته بودند که یک جوان خردسال را بر بزرگان مهاجران و انصار امیر قرار دادند و او اول الله سبحانه و تعالی را حمد و سپاس گفت و آنچه که سزاوار او ثنا خواند. سپس فرمود ای مردم لشکر اسامه را فرستید. قسم به نام آن ذاتی که جان من در دست اوست اگر در امیر او سخن گفتید قبلا من در امیری پدرش زید ابن حارث سخن گفته بودید. اگر در امیری او سخن گفتید قبلا هم پیش از این هم شما در امیری زید ابن حارثه هم سخن گفتید، پدرش سخن گفته بودید. و فرمود که البته که او حق امیری دارد و پدرش هم از همه اینها به امیری سزاوارتر بود. سپس رسول الله صلی الله علیه و از منبر فرود آمدند و مردم در آمادگی لشکر جدیه دیدند. اما درد رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت‌تر گردید. اسامه برآمد و لشکرش با او برآمدند تا جوف که یک فرسخ از مدینه دور است رسیدند به آن منطقه و در آنجا لشکر جایگیری کردند و مردم با او پیوست میشدند و او جمع میشدند. اما حالت رسول الله صلی الله علیه و وزنین شد. پس اسامه با مردم در آنجا ماندند تا ببینند که الله درباره رسول الله چه حکم میکند. ابن اسحاق میگوید که عبدالله ابن کعب ابن مالک روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در همان روزی که بر اصحاب احد نماز خواند و برایشان استغفار کرد از حالت آنها از آنجا ذکر کرد و فرمود ای گروه مهاجران به انصاری ها وصیت نکنید زیرا مردم زیاد میشوند اما انصار باشد همانند حالت حاضره اشان میمانند زیاد نمیشوند. آنها یک پناهگاه بودند که من بر آنها پناه بردم پس به نیکوکارانشان نیکی کنید و از بدکارانشان بگذرید گفتند صلی الله علیه و سلم. ابن اسحاق میگه که از عایشه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر وقتها میگفت الله پیامبر را قبض نمیکند تا آنکه او را اختیار دهد بین ماندن در این دنیا یا رفتن بر آخرت. بین دنیا و آخرت او را اختیار میگذارد. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به حالت مرگی رسید آخرین کلمه ای که از او شنیده میگوید این بود که گفتم بلکه رفیق عالی رفیق اعلی از بهشت بالا را اختیار کرد. گفت
گفت من گفتم پس به الله قسم مرا اختیار نمیکند، یعنی دنیا رو اختیار نمیکند، ما رو هم اختیار نمیکند. و فهمیدم که همین سخنی هست که به ما میگفت پیامبر قبض نمیشود تا اینکه او را اختیار دهند. و از عایشه روایت است که گفت چون رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت بیمار شد فرمود به ابوبکر بگویید که برای مردم نماز بخواند، به ابوبکر بگویید که برای مردم نماز بخواند. ابن اسحاق میفرماید که از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که چون روز دوشنبه همان روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روحش قبض کرده شد فرا رسید. او به نزد مردم برآمد در حالی که مردم نماز صبح را می‌خواندند و پرده را بالا کرد و در را گشود و رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمده به در خانه عایشه ایستاد رضی الله عنها. و مسلمانان این هنگام قریب بود که از شادی دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهایشان پریشان شوند و از صفا بیرون روند. و او صلی الله علیه و سلم این هنگام به آنها اشاره کرد که در نمازهایتان استوار بمانید، گفتند صلی الله علیه و سلم. سپس برگشت و مردم پراکنده شدند در حالی که فکر میکردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دردش شفا یافته است. و ابوبکر صدیق هم به خانه اش برگشت. ابن اسحاق میگوید که از عایشه روایت است که گفت در همان روز رسول الله صلی الله علیه و سلام پس از برگشتنش از مسجد نزد من آمد و در بغلم خوابید صلی الله علیه و سلم. مرد از خانواده ابوبکر در آمد در حالی که در دستش مسواک سبز بود، یک مسواک سبز بود. گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم با مسواک در دست او با نگاه نظری کرد که من فهمیدم که او آن مسواک را میخواهد. رسول صلی الله علیه و سلم گفت من گفتم ای رسول الله آیا میخواهی این مسواک را بر تو بدهم؟ او گفت بله میخواهم. گفت من مسواک را گرفتم، برایش نرم کردم و در دندانهایش کمی مسواک زدم. عایشه او را با دندان خود ملایم کردند. سپس به او صلی الله علیه و سلم این مسواک را دادم. گفت رسول الله با آن مسواک کرد، دندانهای خود را مسواک کرد و سختتر از هر وقتی که مسواک مسواک کرد. سپس آن را گذاشت. میفرماید من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بغلم وزنین میشود، یعنی حالتش سختتر میشد. میفرماید که و من بر رویش نگاه کردم و دیدم که چشمانشون به سوی آسمان نگاه میکرد و میگفت بلکه رفیق اعلی از بهشت. گفت من گفتم تو اختیار داده شدی و آنچه بهتر بود انتخاب کردی. قسم به آن که تو را فرستانیده است آنچه که بهتر بود تو اختیار کردی. عایشه میگوید که و رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. ابن اسحاق میفرماید که از ابی هریره روایت است که گفت چون رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد عمر بن خطاب برخاست و گفت بعضی مردان منافقان دعوا میکنند که رسول الله وفات کرده است، اما رسول الله وفات نکرده است. رسول الله نمرده است بلکه به سوی پروردگارش رفته است. مثل آن موسی ابن عمران رفت، او با قومش 40 شب غایب شد. سپس پس از آن که گفتند که او مرد برگشت. موسی علیه السلام به الله قسم رسول الله نیز برمیگردد مثل برگشت موسی علیه السلام و دست و پای آن مردان را که دعوا میکنند که رسول الله مرده است بریده می شود. عمر این سخن را گفتند و سپس ابوبکر آمد. چون خبر به او رسید که تا در مسجد نزدیک شد و در این هنگام عمر با مردم سخن میکرد، اما ابوبکر به هیچ چیز توجه نکرد تا آنکه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت. به خانه عایشه رضی الله عنها در آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار خانه دراز کشیده بود که در رویشان یک پرده ابریشمی ملایم یمنی کشیده شده بود، انداخته شده بود. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیش آمدن و اون پرده رو از روی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالا کردن و به سویشان میل کرد و رویشان را بوسیدن و گفتند پدر و مادرم فدای تو ای رسول الله، اما آن مرگ که الله برای تو مقرر کرده بود آن را چشیدی که دیگر هرگز مرگ به تو نمیرسد. و سپس پرده را برای او صلی الله علیه و سلم برگردانید، پوشانید. برآمد. در این هنگام عمر هنوز هم با مردم سخن میکرد و سخن میگفت و گفت آهسته ای عمر گوش کن. اما عمر راضی نشد. سخن گفتند. چون ابوبکر دید که او گوش نمیکند به سوی مردم رو آورد و چون مردم سخن او را شنیدند به سویش رو آوردند و عمر را ترک کردند. و ابوبکر صدیق الله سبحانه و تعالی
تعالی رو حمد و سپاس ستایش گفت. سپس فرمود ای مردم هر کی محمد رو میپرستید و محمد رو عبادت میکرد، پس محمد امروز وفات کرده. و هر کی الله را عبادت میپرستید، پس الله زنده است و هرگز نمیمیرد. سپس این آیه کریمه رو تلاوت کردن. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شبهه نیست، شک و تردید نیست که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است که پیش از او پیامبران دیگری هم بودند که رسالت پروردگارشان را میرسانیدند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود چنان که دشمنان خبر دروغ پهن کردند، شما از دین پیشینه خود باز میگردید و دین پیامبرتون رو ترک میکنید؟ شما با دین پیشینه خود باز میگردید و دین پیامبرتون رو ترک میکنید. و هر کس که از دینش بازگردد به درستی که هیچ زیانی به الله نمیرساند بلکه به خودش زیان بزرگی میرساند. اما کسی که استوار ماند و استوار است در ایمان و شکر و سپاسگزاری الله بر نعمت اسلام، الله شکرگزاران را پاداش مکافات بزرگی خواهد داد. سوره آل عمران آیه 144. و گفت به الله قسم گویا مردم نمیدانستند که این آیت نازل شده است. مردم هنگامی که این آیه رو ابوبکر صدیق خواند فکر کردند که اولین بار است که این آیه نازل شده است، تا آن روز که ابوبکر صدیق آن را تلاوت کرد و مردم آن را از ابوبکر گرفتند و در دهانهای همه این آیت تلاوت میشد. ابو هریره میگوید که عمر گفت به الله قسم همین که سخن ابوبکر را شنیدم که این آیت را تلاوت میکرد، پاهایم مرا نگاه داشته نتوانست، دیگر نتوانستم خود را بدارم تا آنکه وقتی این آیت تلاوت شد به زمین افتادم و فهمیدم که اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. پس از این واقعه سقیفه بنی ساعده می شود. ابن اسحاق روایت میکند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم درگذشتند، گروه از انصار یعنی از مسلمانان مدینه به سوی سعد ابن عباده رفتند. او را به سقیفه بنی ساعده محل مشورت و جمع آمد آنها بود گرد آمدند در آنجا. و در همین وقت علی ابن ابی طالب، زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبیدالله در خانه فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع بودند و خود را کنار گرفته بودند. و دیگر مهاجران مسلمانانی که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند با ابوبکر صدیق جمع شده بودند. و همچنین اسید ابن خدی را با قبیله خود بنی عبدالاشحل به آنها پیوستند. و شخص نزد ابوبکر و عمر آمد و چنین خبر داد، گفت ای ابوبکر و ای عمر، قوم انصار با سعد ابن عباده در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و آنها در آنجا جمع شدند و مسئله راهبری را بررسی دارند. یعنی که کی اکنون راهبریت را به دست میگیرد، کی راهبر میشود، کی سردار میشود، کی امیر خلیفه میشود. اگر شما میخواهید درباره امور مسلمانان تصمیم بگیرید، فوراً به آنجا روید پیش از آن که حادثه بزرگ گردد و کار از دست بیرون شود. و در همین وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز در خانه اش بودند و خانواده ایشان در را بسته بودند و مشغول آماده سازی مراسم دفن بودند، دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر ابن خطاب میگوید که پس از آن که خبر رسید که انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند، من به ابوبکر صدیق گفتم ای ابوبکر، بیا تا نزد برادرانمان از انصار رویم و ببینیم که آنها در چه موضوع هستند. ابن اسحاق روایت میکند که عمر ادامه داد، پس ما به راه برآمدیم تا به آنجا رسیدیم. در راه دو مرد صالح از انصار را دیدیم. آنها به ما گفتند که قوم یعنی انصار بر یک هدف جمع شدند و ما گفتیم ای گروه مهاجران به کجا می روید؟ گفتیم به نزد برادرانمان از انصار تا با آنها صحبت کنیم. و آن دو گفتند شما لازم نیست نزد آنها بروید ای مهاجران، شما کار خود را حل کنید، آنها کار خود را کرده اند. ولی میگوید که من گفتم به الله قسم حالا که چنین است حتما نزد آنها می رویم. پس عمر میگوید که ما راه را ادامه دادیم تا به سقیفه بنی ساعده رسیدیم، مجلسگاه، و در آنجا مردم جمع بودند و میان آنها مردی بود که خود را پوشیده خوابیده بود. من پرسیدم این کی است؟ گفتند سعد ابن عباده.
پرسیدم با او چی شده است؟ گفتند بیمار است. سعدم بیمار است. و سعد ابن عباده پیشوای بزرگ انصار بودند و از قبیله های خزرج هم بود و مردم انصار او را از برای خلیفت پیشنهاد میکردند. خلیفت شدن. میفرماید که پس وقتی که ما نشستیم سخنگوی آنها از جای برخاست. الله را هم سپاس و ستایش کرد. پس از تحیه و ثنا گفت اما بعد ما انصاریم، یاران و جنگاوران الله در اسلامیم، یکی جنگاوران الله در اسلامیم و شما ای مهاجران گروه از ما هستید. الان قوم از میان ما هستید، قوم در میان ما هستید، شما هم قوم در میان ما هستید که میخواهند از ریشه ما قدرت را بیکنند و خلافت را بر خود بگیرند و ما نمیگذاریم که ما را از حق خود محروم بسازند. و عمر ادامه میدهد وقتی که او سخنش را به پایان رسانید و من میخواستم جواب بدهم بر سخنش، جواب بدهم، میفرماید که من از پیش دیدم سخنی را ادامه کرده بودم که به نظرم خوب و قوی بود سخنم، ولی میخواستم آن را پس از ابوبکر بگویم. اول ابوبکر سخن بگوید، سپس من سخن آماده کرده خود را بگویم، به خاطر آنه که حضور او تا حد از احترام و احتیاط را رعایت میکرده. میگوید عمر میگوید که وقتی که من میخواستم سخن کنم ابوبکر به من گفت آهسته ای عمر، آهسته ای عمر، میگه آرام باش. و من خواستم که او را غمگین بسازم، پس خاموش موندم تا اینکه او سخن بگوید. ابوبکر صدیق به من از من دانشمندتر بود، عمر میگوید با سوادتر بود و از من آرامتر هم بود. ابوبکر صدیق. عمر میگوید که به الله قسم هر سخنی که من در دلم آماده کرده بودم و به نظرم زیبا می بود او این ابوبکر صدیق همان سخن را گفت. هر چه که من آماده کردم در دلم و اون را میخواستم بگویم همان سخن را ابوبکر صدیق گفت و چیزی بهترم از آن گفت ابوبکر صدیق تا دیگر هیچ چیزی از سخن نماند که من بخواهم یگان چیز دیگر علاوه کنم در آن مجلسگاه. و ابوبکر صدیق پس از این الله را حمد و ستایش گفت و چنین گفت ای انصار، آنچه که شما درباره خدمت خود در اسلام گفتید درست است. سخن شما درست است، درست گفتید. شما اهل نیکید، شما وفادار هستید و هیچ کس فضل شما را انکار نمیکند ای انصاری ها. ولی باید بدونید که عرب، که امت این نوپیدای اسلامی، این مسلمان ها راهبری را جز از قبیله قریش نمیپذیرند. مسلمانان به خاطر آنه که آنها در میان این عرب ها یک نسل پاک دارند و مرکز وطن آنها مکه آنجاست. این سخن را ابوبکر صدیق گفتند. پس من به شما پیشنهاد میکنم که یکی از این دو مرد را قبول کنید، هر کدامی که خواستید با او بیعت کنید. ابوبکر همانا که این سخن را گفت دستی خود را گرفت و با دستی ابو عبیده ابن جراح را که همانجا میان آنها نشست گرفت و گفت این دو نفر در نزد شما هر دو ارزنده است، با کدام بخواهید بیعت نمایید. عمر گفت به الله قسم، سوگند خورد، به الله سوگند من هیچ چیزی را از گفته او ناپسند نداشتم، قبول از سخنانش، جز همین که میفهمیدم او خود را کنارگیری میکند، خود را دور میکند، خود را کنار میگذارد. هم از سخنش معقول نه که خود را کنارگیری میکند ابوبکر صدیق. این برای من پسند آمد، گرچند که ابوبکر صدیق سزاوارتر از همه کس بود در خلافت. و به الله سوگند که من اولاتر میدونستم جان خود را فدا کنم، گردن برده شود به گونه‌ای که از آن که راهبر باشم در حضور چنین مرد، ابوبکر صدیق. و سپس که از انصاری ها سخن برداشت و با افتخار گفت من درخت خرمای استوارم، ریشه دارم و راست. ما میگوییم از ما یک امیر باشد و از شما یک امیر ای قریش، یکی از ما یکی از شما. یعنی پیشنهاد کرد که در اینجا دو راهبریت باشد، یکی از انصار یکی از مهاجران. و صدا بلند شد و حرفها زیاد گردید تا آنکه ما با از اختلاف ترسیدیم، از میان هم در اختلاف شدن ترسیدیم. پس گفتم دستی خود را دراز کن ای ابوبکر، دستی خود را دراز کن. او دستش دراز کرد و من بر او در حال بیعت کردم. سپس مهاجران در آنجا بیعت کردند، پس انصار نیز در آنجا بیعت کردند و ما بر سعد ابن عباده بالا رفتیم، نه او را گذاشتیم. و این هنگام یکی از آنها گفت شما سعد ابن عباده را کشتید. یک از آنها این سخن گفت. گفتیم الله سعد ابن عباده را بکشد. ابن اسحاق میگوید که از انس ابن مالک روایت است که گفت چون ابوبکر در سقیفه بیعت گرفتند و روزی دیگر شد ابوبکر در منبر نشست، عمر برخاست
و پیش از ابوبکر سخن گفت. او الله را حمد و سپاس و ستایش کرد، آنچه که سزاوار و شایسته اوست، و سپس گفت ای مردم من دیروز یک سخن گفتم که آن سخن من نه در کتاب الله بود و نه عهد بود که رسول الله با من سپرده باشد، بلکه من فکر میکردم که رسول الله کارمان را اداره میکند و آخرین کس پس از ما خواهد بود، یعنی عمرش درازتر است. اما الله کتاب خود را در میان شما باقی گذاشته است، همان کتابی که با آن رسول الله صلی الله علیه و سلم را هدایت کرده بود. اگر شما با آن بچسبید، آن را بدارید، الله شما را با آنچه او را هدایت کرد شما را هدایت میکند و در حقیقت الله کار شما را بر بهترین شما جمع کرد. صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم دومین کس پس از او، دو نفری که در غار بودند، یکی ابوبکر در غار ثور، پس برخیزید و بر او بیعت کنید. پس مردم با ابوبکر صدیق برخواسته بیعت عمومی کردند پس از بیعت سقیفه که در آنجا قرار گرفته بود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه عایشه قرار داشتند. آمادگی غسل و کفن رسول صلی الله علیه و سلم و دفنش. ابن اسحاق میگوید که چون ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر او بیعت کردند، مردم روز سه شنبه با آمادگی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو آوردند. و من عبدالله ابن ابوبکر، حسین ابن عبدالله و دیگران از اصحابشان روایت کردند، میگوید که علی ابن ابی طالب، عباس ابن عبدالمطلب، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، اسامه ابن زید و شقران غلام رسول الله صلی الله علیه و سلم همان کسی بودند که غسل او صلی الله علیه و سلم با عهده گرفته بودند، نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اوس ابن خولی از بنی عوف ابن خزرج با علی ابن ابی طالب گفت ای علی، الله تو را قوت دهد که ما را از حق رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره دهد. و اوس از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و عهد بدر بود. این اوسی ها میگوید که در آمد و نشست و حاضر بود در غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم. علی ابن ابی طالب او را به سینه خود تکیه داد و عباس، فضل و قسام در برگرداندن او کمک کردند و اسامه ابن زید و شقران غلام او صلی الله علیه و سلم آن دو کسی بودند که با آب رو بر او میریختند و علی رضی الله عنه او صلی الله علیه و سلم میشست در حالی که او را بر سینه خود تکیه داده بود و او بر پیراهنش بود، بر همون لباسش بود و دستش رو مستحکم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تکیه میداد، او رو میقپید. علی میگوید که پدر و مادرم فدای تو، چقدر خوشبوی هستی، چگونه که در زنده بودن خوشبوی بودی، بعد مرگ هم چقدر خوشبوی هستی. وقتی او را میشستن از بدن او صلی الله علیه و سلم یک خوشبوی زیبایی میبرآمد و این سخن را علی گفتند. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی از آن چیزی که از مردگان دیده میشود دیده نمیشد. ابن اسحاق میگه که چون از غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم فراغت یافتند به اتمام رسید، او را با 3 متا کفن کردند که متاهای سفید یمنی بود که یکی از پرده های ابریشمی یمنی بود با طرز عادی بدوختن او صلی الله علیه و سلم در آن پیچانده شده بود. این اسحاق میگوید که از ابن عباس روایت است که چون میخواستند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبر کنند، ابو عبیده ابن جراح قبر را مثل قبرهای اهل مکه میکنید، یعنی راست و ساده، و ابو طلحه زید ابن سهل قبرها را برای اهل مدینه میکنید که به جایهای پهلوی لحد میکنید. در مکه دیگر نام بود، در مدینه دیگر نام بود، لحد کندن. و عباس 2 مرد را دعوت کرد و به یکی گفت نزد ابو عبیده ابن جراح برو و به دیگری نزد ابو طلحه برو و دعا میکرد که پروردگار برای رسول الله بهترین را انتخاب کن. و همراه ابو طلحه او را یافتند و او را آوردند. پس ابو طلحه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم لحد کندند و چون روز سه شنبه از آمادگی رسول الله صلی الله علیه و سلم فراغت یافتند، او را در بستر خود در خانه اش گذاشتند. مسلمانان در جای دفنش اختلاف کردند، یکی گفتند در مسجدش دفن میکنیم، دیگری گفتند با اصحابش دفن میکنیم، اختلاف کردند. ابوبکر گفت من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیامبر الله میفرمودند هیچ پیامبر قبض نمی شود مگر آنکه در همان جای دفن شود که قبض شده بود. پس رسول الله صلی الله علیه و در آن خانه عایشه بستری شده بودند، در آنجا وفات کرده بودند و در آنجا قبرشان کنده شد و در آنجا گرانده شدند. و مردم گروه نزد رسول الله صلی الله علیه و در آمده بر او نماز می‌خواندند. اول مردان در آمدند چون آنها به اتمام رسید، سپس زنان در آمدند چون زنان به اتمام رسید، سپس کودکان در آمدند. گروه در آمده نماز جنازه رسول الله
صلی الله علیه و خواندند و هیچ کس بر مردم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم امامت نکرد. یعنی در نماز جنازه امامی نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان شب چهارشنبه دفن کرده شد و کسانی که در قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرآمده بودند علی ابن ابی طالب بود، فضل ابن عباس بود، قسم ابن عباس و شقران غلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و اوس ابن خولی و علی ابن ابی طالب گفتند. به علی گفت امی اوس ای علی الله تو را قوت دهد، الله تو را قوت دهد و ما را از حق نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره دهد. و با او گفت و فرمود پس او هم با دیگران فرآمد در قبر رسول صلی الله علیه و سلم. اینه که مقصدش که من هم در این چیز اشتراک نمایم. یعنی ابن اسحاق میگوید که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد مسلمانان با مصیبت بزرگ گرفتار شدند که هیچ وقت و هیچ زمان و هیچگاه بر این بزرگترین مصیبت گرفتار نشده بودند. یک مصیبت عظیم و بزرگی بود. و ابن اسحاق میگه که با گفته آنچه که از من رسیده است عایشه رضی الله عنها میگفت چون رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد عربها مرتد شدند، از اسلام برگشتند و یهودیت و نصرانیت آنها سر بالا کردند، قوت گرفتند، پرزور شدند و منافقان نیز در اینجا بر کثرت زیاد شدند و آنها قوت گرفتند و مسلمانان مثل گوسفندان در باران تر شده در شب سرد مانده بودند. از آن سببی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را از دست داده بودند، راهبر قدرتمند بزرگ و عظیمی را از دست داده بودند تا آن دمی که الله سبحانه و تعالی آنها را بر ابوبکر صدیق جمع کرد در زیر پرچم لا اله الا الله با سرداری خلیفه ابوبکر صدیق تا آن دمی که آنها را در زیر این پرچم جمع کرد. و در اینجا این قصه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به فراغت می‌یابد، به اتمام می‌رسد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.